سرخط مهمترین خبرها: مقامات حجم خسارات در مناقشه اخیر مرزی را اعلان کردند. نورالله علیف میگوید 2 سال بعد قهرمان جهان می شود. مصاحبه با این ورزشگر تا چند لحظه دیگر. و بعد از فرمان پوتین قریب 1 میلیون نفر از روسیه فرار کردند. درود بیننده عزیز، خوش آمدید به برنامه نوید بامدادی. امروز 5 اکتبر است و ساعت در دوشنبه 9. مقامات تاجیکستان حجم خسارات رسیده از مناقشه روزهای 14 و 17 سپتامبر را اعلان کردند. مظفر یوسفزاد سخنگوی رئیس ولایت سوخت به خبرگزاری آزیا پلوس گفته است در درگیری اخیر 85 منزل خراب شده، بیش از 180 عائله ضرر دیدند. با گفته سخنگوی رئیس ولایت در ناحیه بابوجان غفورو 16 منزل به خاک یکسان شده، 90 منزل دیگر قسما ضرر دیدند. مظفر یوسفزاد شماره منزل‌های خراب شده در شهر اسفره را 69 عدد گفته است. با گفته سخنگوی رئیس ولایت منزل‌های خراب شده تا اول ماه نوامبر برقرار می‌شوند. مقامات تاجیکستان می‌گویند بجز منزل‌های ساکنان اینچنین 10 مسجد و چند مکتب هم در پی حمله نیروهای قرقیزستان آسیب دیدند. جانب قرقیزستان هم عین همین ادعا را دارد و میگوید در مناقشه اخیر 321 خانه، 7 مکتب و 5 کودکستان و دیگر انشاءات‌های ملکی آسیب دیدند. در همین حال جنجال مرزی تاجیکستان و قرقیزستان را در نشست سازمان امنیت و همکاری در اروپا نیز بحث کردند. یک حامی حقوق انسان در قرقیزستان ادعا کرد که جنجال را نیروهای تاجیکستان سر کردند و عمل آنها را تجاوزگری نامید و از سازمان امنیت و همکاری اروپا تحقیق سبب‌های حادثه را خواست. رئیس پیمان ملی سازمان فعالیتش ممنوع در تاجیکستان در نشست ورشو گفت چنین نتیجه گیری یک جانبه درست نیست و علاوه کرد که در آن حادثه سربازان و ساکنان نزدیک مرزی تاجیکستان هم کشته شدند. نمایندگان رسمی تاجیکستان در نشست نبودند و واکنش آنها به اظهارات معلوم نیست. قبلا وزیر کارهای خارجه تاجیکستان سراج الدین محردین از منبر سازمان ملل قرقیزستان را به تجاوز نظامی متهم کرده بود. گلگکی ممسالیو مدیر دفتر سازمان اینتربیلیم در اوش روز 4 اکتبر در نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا پرده درباره مناقشه‌های ماه سپتامبر در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان گپ زد و ادعا کرد که هر دفعه که بشکک به رضایت مسکو با کشورهای دیگر سند استراتژی امضا می‌کند به مرزش تیر انداخته می‌شود. محیدین کبیری رئیس پیمان ملی ائتلاف 4 سازمان مخالفین تاجیک در اروپا گفت یک جانبه همچون کشور تجاوزکار بها دادن تاجیکستان در مناقشه درست نیست. با گفته او در این درگیری از طرف تاجیکستان نیز غیر نظامیان و سربازان و افسران که وظیفه خود را اجرا می‌کردند کشته شدند. با تشکیلات معروف UFC راه یافتن اولین ورزشکار از تاجیکستان در میان هواداران ورزش به استقبال گرم روبرو شد. نورالله علیف ورزشکار 23 ساله تاجیک بعد غلبه در تشکیلات دانا وایت کانتندر سریز برای 4 رقابت با تشکیلات UFC شرطنامه بست. علیف به پرزیدنت UFC وعده داد که 2 سال بعد کمربند قهرمانی را میگیرد. یک روز پیش به تبریک نورالله علیف رفتیم و نخست از او پرسیدیم که بعد بازگشت به وطن به چه کار مشغول است. گذشته و تمرین را دوام دادیم، تمرین را بس نکردیم و استراحت هم فراموش نمیکنیم. بعد از 5 ماه تازه در یک روز یک بار تمرین کردیم. همین کمانده ما چکت که باید بدن ما وستنوی شود. بعد از یک هفته دیگر با تمرین‌های پورا رو سر می‌کنیم. تو ایندم چندین ورزشکاران تاجیک تلاش کردند که به UFC راه یابند ولی ناکام شدند. همین راه یافتن به UFC برای شما چگونه بود؟ راه یافتن به UFC خیلی مشکل بود که میگم از سری که پروفسیونال کاریرمو سر کردیم که استاد فقط خیلی سال مونده بودیم که باید ما با UFC رویم. فرقش نیست چند مادم یکم دوم سوم باید ما با UFC رویم جمع کنیم. بعد از آخران بازی آخران بای ما ویزا گرفتم، ویزا امریکا رو گرفتم، اما دادم به امریکا سفر کردم. با UFC در آمدن خیلی مشکل است. من در اونجا فهمیدم من هم حرکت ها هم چیزا منیجرام
با ما 5 ماه پس بعد عطفه دادن که شما را در درآمد کانتنده 5 ماه ماش سهر و بگونی دیتا ریس رو کنترل کرده نمخش داد کرد. شما با تشکیلات UFC برای 4 رقابت شرطنامه امضا کردید. آیا رقابت اولتان و رقیبتان معلوم است در این تشکیلات؟ وقتی که من بوی بریدم پیش دانوید اومدم گفتم دانوید من در 1 هفته پس بوی تیمت تیارم من جنگ تیارم اگر همون مامین من در 1 هفته پس بوی میدادن من جنگ میکردم برای که من 5 ماه در دیتا 20 ویز گنیت کردم بعد من در پگرشید بعد همه چی ممکنه که بعدی بوی خوردم و پگرش من شیرینی خورده استم 5 ماه خوردگی نبودم اگه پوچتا دا ایمیل میگی نورالله علی 22 اکتبر در ابوظبی جنگ میکنه من که زنگ میگم نورالله چی بود خود پرابلم کردی بچه‌ها ما خندیده استیان با ما چی کردیم که ما اسپید نمیکنیم سو چیلا با گفتن خیر چند خبر با ما گفتن دکبر دا ما تیاریم جنگ کردن 17 دکبر آخرین تورنیر UFC در سال 2022 سال ان شاءالله که همونجا باید بینندگان عزیز شکل کامل صحبت با نورالله علیف به زودی در سامانه رادیوی آزادی و صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب پخش می شود. از روز 21 سپتامبر و بعد از فرمان ولادیمیر پوتین درباره بسیج یا موبیلیزاسیا نزدیک 600 یا 700 هزار نفر از روسیه فرار کردند. در این باره مجله فوربس با تکیه به منبعش در دستگاه رئیس جمهوری روسیه خبر داده است. سامانه مدوزا از قبل یک منبع دیگر تعداد فراریان از روسیه را قریب 1 میلیون گفته است. منبع مجله فوربس در دستگاه پرزیدنت روسیه گفته است که حساب کردن نفرانی که با روادید سیاحی از کشور خارج شدند فعلا غیر امکان است. سامانه ورس که از روی معلومات‌های رسمی کشورهای همسایه روسیه شماره فراریان از روسیه را بیشتر از 300 هزار نفر گفته است. روز 21 سپتامبر ولادیمیر پوتین به قسماً سفربر کردن نیروهای احتیاطی به ارتش دستور داد. بر اساس این فرمان باید 300 هزار نیروی علاوگی به ارتش روسیه جلب شوند. این فرمان نه تنها باعث فرار ساکنان بلکه ناراضگی در داخل روسیه شد. بخش یک روز تاریخ را همکارم خرامان بقازاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 5 اکتبر را فرا میگیرد. 5 اکتبر سال 2012 در جریان سفر پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین به تاجیکستان سازشنامه حضور پایگاه نظامی این کشور در مدت 49 سال امضا شد. 7000 سرباز روس در خاک تاجیکستان را عملاً چون رمز حضور دولت روسیه در این کشور ارزیابی می‌کنند. روسیه گفته است در صورت تهدید به امنیت تاجیکستان و در چهارچوب همکاری‌های شریکی استراتژی و سازمان پیمان امنیتی دسته‌جمعی پایگاه 201 به کمک می‌شتابد. 5 اکتبر در تاجیکستان از سال 2009 همچون روزی زبان تجلیل می شود. در این روز پارلمان تاجیکستان طرح نوی قانون زبان را تصویب کرد و روز عید زبان را که به مناسبت به زبان تاجیکی دادن مقام دولتی در تاریخ 22 ایول سال 1989 در همان سنه تجلیل می کردند به 5 اکتبر کوچاندند. در تاجیکستان در 30 سال استقلالیت بارها تلاش اصلاح زبان و قاعده‌های املا برپا شده مقامات و کمیته زبان برای ایجاد سردرگمی در معیارهای یگانه صرف و نحو انتقاد می‌شوند. 5 اکتبر سال 1952 پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان تولد شده است. او از سال 1994 5 دفعه در انتخابات پرزیدنتی برنده اعلان شد. او را در این دوره برای ایجاد ثبات و آرامی و یک اندازه بهبود بخشیدن وضع اجتماعی و اقتصادی ستایش و برای ایجاد حکومت خودکامه عائلوی انتقاد می‌کنند. قرب دلار آمریکایی شبانه روز گذشته کم بالا رفته ارزش روبل روسی باشد به تغییر است. صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 100 دلار آمریکایی به 983 سومانی برابر است. 1000 روبل روسی باشد به 168 سومانی عوض می شود. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز 5 اکتبر چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین بخش در برنامه نوید بود. خبر و ویدیوهای از این بیشتر را همه روزه می توانید از سامانه رادیوی آزادی با نشان azadi.org پیدا کنید. خدا نگهدارتان.